سلام دوستان، امروز اومدیم با گیم پلی از ماینکرافت PS4. خب خوش اومدید به این ویدیو از کانال بیگ دارک در یوتیوب. من تو این یه ماهی که تو این بازی بودم همین چیزایی که میبینید رو ساختم. این خونه‌ای که واسه خودم ساختم و زیر آب، انباری هم همونجاست پایینه. بعد اونور خونه ویلیجراست، بعد بغلش هم پورتال ندره، بعد اونورم فارم نیشکر، اونورم فارم غذا، بعد اونورم یه فارم آهن کوچیک درست کردم. این ماینکرافت بدراکه، فارمای درست حسابی نتونستم درست کنم، ولی چند تا فارم بدراک هست که میتونم درست کنم. اینجا یه فارم کوچولو درخته که تو بدراک دیگه همینش خوب بود. اینا رو قشنگ میکارم، بعد اینکه رشد کرد پله پله میرم بالا میکنم، بعد کلی بهم چوب میده. بعد من صدا هم گرفته، حالا دارم ویدیو میگیرم. این درخت هم کم اومد. بعد قراره کلی اینجا سنگ بکنم، برم فارم چی بود اسمش، فارم کریپر درست کنم، مگا فارم کریپر تو بدراک. بذار یکم چوب بکنم، نیاز میشه. بعد این ور یه خونه واسه ویلیجر رو از ویلیجر همون خرید با امرالد. نمیدونم حالا دارم این چوب رو واسه چی میکنم. این تبری که دست من میبینید رو از ویلیجر خریدم. روش چند تا این چند زدم، این چند تا افیشنسی که سرعتش زیاد بشه. قراره یه مندیک هم روش بزنم که راحت جونش پر بشه. بعدش باید یه فارم اندرمن درست کنم که بتونم تون جونشون رو پر کنم، وگرنه با کشتن ماپا اصلا طول میکشه، خیلی خطرش هم زیاده. حالا چند بار بمیرم، چند بار وسایل اومد دست بره. بعد یه فارم اندرمن درست کنم، کارم راحت تر بیاد. بعد این زرهایی که میبینید دستمو، این هم از ویلیجر خریدم. دایموند یه چند تا دونه دارم، کمه. این فارم نیشکرمه که خیلی خوب به نیشکر میده، ولی باید اونجا AFK کنم تا رشد کنه، ولی من خونم یکم دوره، یه طرفش رشد کنم. اینم از خونم که بالاش خاک گذاشتم، یه دونه از اون خاکای سبز رنگ که دست اندرمن کشتم و گذاشتم، بقیه‌شون هم سبز شد. اینم انباریمه، کلی چست گذاشتم ولی نصفش رو تونستم پر کنم. اینم وسایلی که میبینید. اون اسمون چی بود؟ همونایی که میمیریم از فارم رید پیلیجر گرفتم. توتم، آره. یه 3 تا دونستم از فارمش بردارم. فارمش دور بود، مجبور نشدم خیلی زیاد وایسم. یه 3 تا دونه تونستم بگیرم و چند تا امرالد و این خورده مرده. یکم هم چوب کندم گذاشتم تو انباری. اینا هم که میبینید از ویلیجر خریدم، واسه اینکه لولشون رو ببرم بالا مجبور شدم این تبرا رو، این همه چیزا رو بخرم ازشون. اینم دارم وسایلمو آماده میکنم که برم اندر دراگون رو بکشم. پیککسمو خودم درست کردم با چند تا دایموندی، 3 تا دایموند دیگه داشتم، فکر کنم 2-3 تا دیگه داشته باشم. اون 3 تا دایموندم که گرفتم به زور گوشادی اومد برم کار بکنم و بیارم بذارم یه کلنگ درست کنم، و یعنی اونم الان نداشتم. این اتاقم که میبینی هستم انقدر که واسه خودم ویلیجر خونه درست کردم، واسه خودم درست کردم. همینجوری ساده اومدم یه تخت گذاشتم و رفتم. بعد از اون شب شد برم بخوابم. این شمشیرم هم خیلی ضعیف شده، برم با چند تا ترکیب، نمیدونم چرا بگم ترکیبش کنم، یه دو دایموندی درستش کنم. از ویلیجر رو میشه خرید. این چندی شده فکر کنم 16 تا امرالد. یه چند تا شمشیر داشتم از ویلیجر خریده بودم، آیرونیه. رو اینا رو ترکیب کنم شاید یه چیزی بشه دیگه. یه دونه میزنم زامبی ها پرتاب میشن، اصلا
چند تاشون رو با هم ترکیب کنم خوب بشه. این همه تبری که میبینید اصلا آهن نداشتم درست کنم، ویلیجر رو گرفتم مجبور کنم بالا مجبور شدم بگیرم. خب اینم با این ترکیب کنم لول میخواد، لول هم همون XP هم باید برم فارم تو لدر، نه فارم اندرمن رو درست کنم تا بتونم پیکسی شود اسمش. صبح شد پایینم که میموند هنو کاملش نکردم، یه اتاق کوچولو هم درست کنم. خب دیگه این چوبا نمیدونم این چوبا چرا کنم. این هم تنها داشته های منه دیگه تو اون چسته. شمشیرم اینم یه فرم کوچولو گاو و گوسفنده. قبلا که گاو و گوسفنده خیلی زیاد شده بود لک میزد، مجبور شدم همشون رو بکشم و اوضاع خیلی اینجا رو باز نکردم. اینجا هم خونه ویلیجر هست. این گوشه رو درست کرده بودم که با ویلیجر رو خرید فروش کنم، هم ترید که نشد نزدیک هم شغلاشون به هم میریزه. مجبور شدم رفتم اون ور درست کردم. اینجا کلی تخت گذاشتم همشون رفتن اون ور وایسادن. بیایید دیگه عجله دارم. خب قراره برم فارم کریپر درست کنم، کلی سنگ نیاز دارم. میرم یه دونه پیککس دایموندیوم فول اینچنت کنم که سر بکنم. فکر کنم الان برم دیگه. این ور یه درخت کاشتم از اون درخت های بزرگ، اینجوری خاکش فرق کرد، از اون خاکا شد. اسمش هم نمیدونم اسم خاک چیه. اون برم خونه یه ویلیجر هست که باشون ترید میکنم، چوب میکنم و پول میکنم بهشون. با چوب تونستم کلی امرالد بخرم. بعد بغلش هم یه فرم آهنه که خرابش کردم چون میخواستم با این ویلیجر رو چوب امرالد بخرم. مجبور شدم برم چوبمو بهشون بفروشم، کارم نمیکنه که. اینجا هم که یک اسکولی اومده خونه ساخته با خاک خونه ساخته. اینجا هم از ویلیجر ترید میکنم، خیلی کوچیکه، اصلا یه بلک فاصله شه. حواسم رو بزرگترش کنم. تبرم از اینو خریدم، شمشیر نتونستم بخرم و لیولش میبردم بالا که میبرم بالا. یه شمشیرم لازم بخرم. بعد همین دیگه از این ویلیجر هم چوب فروختم بهشون بعضیشون. این چند تا هم اینجا به درد نمیخوره، باید برم همون خونه اون یکی ویلیجر اونجا این چند کنم. باید برم تون بذارم تا یه مندیگ پیدا کنم که مندیگ خیلی خوبه. همین الیتر رو میخوام بگیرم، باید مندیگ روش بذارم چون تون میشینه دیگه، زود میشینه اونو. بعد الان این چوبا رو میخوام بفروشم به ویلیجر رو، امرالد بخرم ازشون. با امرالد هم فکر کنم خوبم شمشیر بخرم، نمیدونم. خب این هم فارم آهنمه که همین آهناشو برداشتم، چیز خاصی نبود. شاید یه مگا فارم آهن بزنم، یا نیاز ندارم دیگه، همون ساده باشه خوبه. بعد ویدیو آینده میخوام برم اندر دراگون بکشم، الیترا بگیرم، چون اصلا بدون الیترا بازی معنا نداره که همین کارم میکنم. اینجا کلی ویلیجر هست که نمیدونم چرا فارم درست کار نمیکنم. بعد اینجا وایسم ایفی میکنم تا یه ذره آهن بهم بده. بعد این چوبا رو بهشون میفروشم، امرالد میگیرم، کلی امرالد. زیادیاشون رو بهشون فروختم، ولی 20 تا ویلیجر دیگه بازم هستش. تیرام هم از همین جا میخرم با یه امرالد 16 تا تیر. بعد این چند تا رو بعضی هاشون رو بلدم،
اگه تو کامنت ها بهم بگید خیلی خوب میشه. مثلا واسه تیرکمون فقط یه پاور برندم، نمیدونم چی چیزایی واسش بذارم. واسه زره هم شانسی یه دونه میذارم میاد دیگه. اگه تو کامنتاتون بهم بگید خیلی خوب میشه. خیلی گرون میدن، یه تبر و کلی امرالد باید بهشون بدم، ولی بازم میدم دیگه. یه کاری هم میتونم بکنم، ویلیجرها رو زامبی کنم. این چرا اومده بیرون؟ ویلیجرها رو زامبی کنم، بعد با مرجون و گلدن اپل تبدیل به ویلیجر کنم. این خیلی خوب میشه. این نیشکر هم که از اون یه تیکه زمین همین نیشکر در آوردم، باید برم همین کار بکنم دیگه. ولی چند تا وسیله میخواد، اونا رو چون گردنشون خیلی سخته، ولی فکر کنم چند تاشون رو داشته باشم. بعد برم ندر، از اون چی بود اسمش، یادم اسمش رو، چند تا از اون یه جور مثل همون چوب تبر هستش، یه جور مثل اون آهنی طلاییه. بعد برم چند تا از اون رو جور کنم. نمیدونم کجا خرج گشتم پیدا نکردم. این مپ هم تازه زدم، چندانی روش نگشتم. یه الکترا بگیرم سریع پیدا کنم همچی. اینجا ویدیو کات کردم که سریع برسم به خونه ویلیجرها. اینجا کشاورزاشه که ازشون هویج طلایی خریدم. اینجا ازشون چوب میخرم، تیرم ازشون میخرم. حالا فکر کنم اومدم ازشون از این اسمشون چی بود، از اینا بخرم به امرالد، از اینا به اون چیزا بفروشم، بعد لول اونو ببرم بالا تا بتونم یه شمشیر بخرم. الان آره 16 تا امرالد، یه 2 تا بخرم خوب میشه. این چند تاشون هم همشون یکه. 2 تا خریدم دیگه. چی رو خواستم این هم که چیزی ندارم، باید تونتون بکنم بذارم تا یه چیز خوب بدم. اینا هم که دارم نمیدونم چی کارشون چیه، به چه دردی میخورم. اگه تو کامنت ها بگید خیلی خوب میشه. رو تیک همونم چه این چند تایی بذارم. الان این کارهای من فایده نداره. الان من اینو میذارم برمیدارم، یکی دیگه شغلشو بنده کنم، قاطیه. باید برم جدا بذارم یکی رو دورنا بردارم بذارم که قاطی نشه. همین کارم میکنم. الان میرم یکی خونه ویلیجر را تندون میذارم تا درست بشه. ویدیو رو زیاد طولانی کردم ولی بازم ارزشش رو داشت. اولین ویدیومه، کاری من بیفایده است. الان دارم انجام میدم. یکی گذاشتم رفت اون پشت. اینجایی که میبینید درست کردم پشت واسه زامبی هست که بعدا شده یا بود. مثلا اون دکمه پایینشو زدم، ویلیجر رفتن پایین، زامبی پشت زامبی شد کرد. زامبی بعد اومده مجهول دادم اینا یکم ارزون در بهم فروختن، ولی همین نیازی ندارم. الان چوب نیازم بود که یه دونه تبر دایموندی دارم توش، افیشنسی زدم، سرعتش هم خیلی زیاده، سریع میرم چوبا رو میکنم. قبلا اینجوری نبود. قبلا باید اینجا این برام درخت نیست، باید میرفتم کلی رو میرفتم اون تا بتونم یه 2 استک چوب جمع کنم. الان کارم راحت شده دیگه. الان مثلا میتونم با اون درختایی که بزرگن رو پله بزنم، سریع برم بالا سریع بیام پایین. هر درخت فکر کنم یه استک کنیم 2 استک میده دیگه. معلوم نیست، یه بار یه استک میده، یه بار 2 استک میده. تو ویدیو آینده هم قرار برم الکترا بگیرم. ویدیوشو گرفتم ولی ادیتشو نزدم، وقت نکردم ادیت بزنم. با PS4 بازی میکنم، توش نتونستم شیدر بزنم. اگه شیدر میزدم خیلی خوب میشد. خودم هم خوشم به شیدر بزنم، ولی فکر نکنم تو بدراک بشه، ولی تو جاوا میشه. جاوا باید برم جاواشو بریزم، ماینکرافت جاوا، ولی فکر نکنم باشه. اگه تو سایت باشه که خیلی خوب میشه، چون مثلا کپی خوره،
آنلاین نیست. خب کجا بودم؟ این پشت این چیزی افتاد بردمش این باش واسه زامبی هست که بیام چیز کنم، ویلیجر رو تبدیل به زامبی کنم، بعدش با یه مجون گلدن اپل تبدیل به همون ویلیجر کنم تا بیام ارزون بفروشم. اینم فرم آهنم که شب شد. اینجا هم تخت ندارم، سری برم خونه. غذا هم که همشون سبزیجات، اصلا گوشتی چیزی ندارم، دارم ولی نپختم. از اون فرم کوچیک گنده و هویج و سیب زمینی فکر کنم یه 2 تا چست رو پر کرده باشم. اینم درختان رو که بکنم این سریع روشن کنم کلی چوب میره بهم. این بهتره شما همین ترفند استفاده کنید. 4 تا درخت رو دارید بغل هم، بعد اینکه رشد کرد پله پله برید بالا. کریپر تیرکمونم که داره جورش کم میشه، فکر کنم با یکی از تیرکمون ترکیبش کنن جورش پر بشه. حالا یه بار امتحان میکنم. با کریپر ترکید مردم، همین رسپان شدم. اینجا رو اومدم از اون اسمش رو نمیدونم، یه دکمه از میزنی، بعد اینکه بمیری وسیلات همونجا هستش، پخش و پلا نمیشه، مثلا دست خودت هستش. همین گزینه است دیگه، فعالش نمیکنم بخواد بازی بی‌معنی میشه. حالش به همینه که وسیلاتو گم کنه. اینجا هم که ویلیج رو میپرم، یه دون خاک بزنم که اونجا دیگه نجان. خونم زیاد تنظیم نکردم، اومدم اینجا رو خوش کردم که ازشون از اون اسمش یادم رفت، زیر دریل خاک بود، اونا رو بکردم، بعد دیگه افتادم تا اینجا خوش کردم دیگه. اینجا رو خونه کنم. بقیلاش هم از این چیزا گذاشتم بالا، از اون بلک نورانی ندر بود. بعد این هم که امرالدام همینه دیگه. بعد توتال 3 تا دونر دارم که اون 3 تا دونر رو بخوام واسه چیز انده دراغون که حتما اونجا لازم هم میشه، چون اونجا بمیرم دیگه وسایلم پخش بلا میشه، تا برم و بیام وسایلم گم میشه. اونجا هم که نمیشه خوابید. بعد واسه ندر یه فکری کردم که اگه بردم یه چیزی هست، مثلا یه بلاک اسمشو نمیدونم، توش چند تا چراغ میزنی دیگه مردی از همونجا استفاده میشه. اون درست کردم دیگه، اگه رفتم ندر میذارم اونجا، چون تو ندر خیلی کار دارم. اگه خواستید مثلا مثلا اینجور چوب بکنید، 4 تا درخت از این مشکیا بذارید، بعد پله پله برید بالا، بعد رسیدید بالا 4 تا برگ بالاشو بکنید که زود فکر کنم زودتر درخت برگاش بریزه، یا اصلا شاید هم تأثیری نداشته باشه، ولی شما بکنید دیگه ضرری نداره که. بعد دونه دونه از اون بالا بیایید پایین. این حالا بهتره، سریعتر انجام میشه، چوبم زیاد بهتون میده. یه تبر دایماندی درست کنید، روش افیشنسی بزنید. افیشنسی و سرعتش رو زیاد میکنه، نمیدونم شاید چیز دیگه سرعتش رو زیاد کنه. بعد این چوبا رو میخوام فکر کنم به ویلیجر رو بفروشم. فول دایموندی هم نشدم، ولی حتما میرم فول ندرایتی بشم، چون ندرایت از دایموند راحت داره. دایموند حوصله میخواد یه سفیر تو غارو، سفیر زیر زمین تا چند تا دایموند پیدا کنی. تو یک پیش من فکر کنم منفی 53 دایموند پیدا میشه. یه روشی پیدا کردم که یک بلاکه آب میذارم، یه بلاکه میارم سری جلو بهتون نشون میدم. حالا من از یه دایموند هم پیدا نکردم، ولی تو غارو یه چند تا پیدا کردم منفی 53. شمشیر هم نمیدونم چرا من زیاد میخوام. همین ویدیو رو ضبط کردم، بعد روش دارم صدا میذارم، جوری راحت داره. میتونم مثلا هم موقع که دارم ویدیو رو ضبط میکنم صدا هم بذارم، چون PS4 یه هندزفری داره که میتونی باید صدا رو ضبط کنی. اینم یه دونه چند تا درخت کم آوردم، الان
میرم دق بکنم، برگ آخریم نمیم بکنم، شاید برگ سریعتر بریزه. سریع هم چوب میکنم با این تبره حالا فول اینچنت نیست، چند تا دول اینچنت زدم کارم را بیفته. ولی اگه کمکم کنید خیلی خوب میشه. تو کامنت ها بهم بگید چه اینچنت هایی بزنم، خیلی خوب میشه. شما فقط اسمشم بهم بگید من میدونم چیکار کنم. دیگه اینقدر نوستک هستیم، واقعا یه اینچنت رو بتونیم بزنیم. این شمشیران که میخرم و روش اینچنت شده است. شاید یه مندینگ روش بزنم چون 10 دقیقه بشکنه دیگه اصلا فایده نداره. این شمشیر رو ترکیب کنم رو هم خیلی خوب میشه. من که دایمند ندادم ازش، با امرالد خریدم. امرالدم که تا چیزی که زیاده امرالد. اونا رو ترکیب کنم، فکر کنم ترکیب کنم این چندتاش رو با هم ترکیب میشه. مثلا آمبرکینگ که اگه با یه شمشیر دیگه ترکیب کنم اونم آمبرکینگ داشته باشه میشه آمبرکینگ 2. شلوغ از هیچی بهتره. اینجا هم که انباریه بهتون گفتم. اتاق ما زیاد درست نکردم. اینا ایکس پی هم که خیلی لازمه، ولی رفتم اندر درگون کشتم. حتما میرم یه فرم اندرمن درست کنم. این فرم کریپر که بخوام درست کنم مگا فرم کریپره. مگا همون فرم بزرگی دیگه. ویدیوشو گرفتم خیلی طولانیه، هنوز که روزم تمامش نکردم. آخراش ویدیوش هم ادیت میزنم آپلود میکنم. اگر حمایت کنید خیلی خوب بشه. یه سابسکرایب که واسه شما حال شما نمیکنه ولی واسه من خیلی فرق میکنه. اولین ویدیو دارم آپلود میکنم، انرژی بهم بدید دیگه، منم حمایتتون میکنم. اینا که با هم ترکیب کنم بعضیشو اکسپی زیاد میگیرم بعضیشو کم، نمیدونم چرا همشو یکی دیگه. بعدی 16 تا اکسپی میخواد که من اصلا ندارم، 6 تا دارم. حالا باره مثلا بخوام جون این تبرم که مندینگ میخوام بذارم روش پر کنم خیلی طول میکشه. ویدیوشم گرفتم خیلی طول میکشه. 10 دقیقه باید برم یه دونه از این چیزا بکشم، زامبیا بکشم تا بتونم یه ذره جونشو پر کنم. اونم اصلا سخت پر میشه. مجبور شدم برم با پیککسم از تونه در مثلا طلا و از اون چیزا بکنم که اون یکم خوب بود ولی سریع میمردم. خودم که کلی دارم این بسته دارم آماده بکنم که برم اندر دراگون بکشم. به جای اینکه بگم بکشم گفتم بکشم. تا ویدیو دیگه خدا نگهدار. حتما حمایت کنید. من اولین ویدیوم انگیزه بهم بدید تا بتونم ویدیو بعدی آپلود کنم.